سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به اولین ویدیوی ما همیشه دوست داشتم که سفر کنم، اما سفرهایی را که پیاده شوم و از همه چیزش لذت ببرم و بالاخره من اینجا آمدم. دوستای عزیز، ما اولین سفر ما از یک جزیره بسیار مقبول آغاز کردم. قسمی که شما میبینین اینجا هوا بسیار یک هوای خوب است، آفتابی، و ما هم میبینین مرا هم که ما تنها هستم اینجا، چون ما جاهای بسیار آرام دوست دارم. خب من تصمیم از این دارم که با بایسکل سفر کنم و اینجا بسیار یک جای خوب است و خصوصا با کسایی که با بایسکل میخواین سفر کنن. دوستا ما یک چیزی را دیدم، شما بگوین چی است؟ حیوان است مثل شتر و گوسفنداری، اما نمیدانم که دقیقا چی نام داره. اگه کسی میدانه برام بگویه. سفید بسیار مقبول است. اینجا کمی معلوم میشه. ما برم که یک بایسکل سوار اومد. خب به هر صورت دوستا معلوم نشد و بایسکل سوار آمد که شما را هم نتونستم نشان بدم. خیر، به هر صورت دفعه بعد من خواستم که دیگه طرف برم. اینجا میبینین که ما دیگه سمت آمدیم و اینجا بسیار خانگاه زیبا. اینجا ما اسب دیدم، این دو اسب مرا بسیار جذب کرد. میبینین که چطور خوب دوگکشان بازی میکنن. اینجا بسیار یک جای خوبش بود، یعنی جایم به هر صورت این دو اسب بسیار خوشم آمد. و این طرف همونو سفید کاره که میبینین تیاره ها هستن. اینجا دوستا یا گاو هستن، نمیفهمم گاو چی رقمه. گاوای بوفالو، گاونی بوفالو است. ببینید که چقدر زیباست. میبینین همه که بایسکل سواری میکنن. اینجا تپگک است. ببینین خب امروز ما عاشق از بوفالوگکا شدیم. خیلی زیباستن، چقدر ناز هستن، خصوصا رنگ. من این رنگ بسیار دوست دارم، رنگ بوفالو را، خصوصا در اسب اگه باشه. اینجا دوستا رای ما گم کردم که کدام سمت میرفتم. ما میخوایم این طرف بیایم. پس اگر راه باشه، خدا کنه که واقعا راه باشه دیگه. بعد از اینکه رای ما پیدا کردم، ببینین که ما چی را پیدا کردم. از اینجا وقتی که ما بالا میرم یک چیزی بسیار فوق العاده میبینم. ببینین اینجا وقتی که از بالا پایان تماشا میکنیم چقدر زیبا، سبزه ها، مردم، حتی اونجا اما گفته ما یعنی گاونه بوفالو او را میبینم که بسیار خوبش معلوم میشه. و این سمت ببینین دوستا که چقدر زیبا است. وقتی که از بالا میریم پایین اون طرف سمت ساحل میریم، بسیار یک جای خوبش است. ما اصلا با ما یک چیزی کاملا جدید بود. در وقت پایان شدن از اینجا یک کمی مانده شدم، به خاطر که زیر سبز ریک هم وجود داره و همچنان از بالا وقتی که آدم پایان میشه یک کمی ماندگی می داشته باشه. و ببینین چه خوب اینجا یک چند نفر میبینم ما چطور خوب از آفتاب لذت میبرن. یکشان کمپ زده و چقدر رنگ بر چقدر مقبولابی شده اینجا. دوستا ما دیگه طرف آمدم، اما این طرف که ما آمدیم یک کمی سرد است،
یک کم بسیار زیاد شمالت داره اینجا. ببینین که چطور شمال زیاد است و صدای بحر ببینین که چقدر قوی است. اینجا بسیار خنک هم است. امی لحظه مرا خنک گرفته و ببینین که بسیار جای خوبش هم است. مثل که در بحر طوفان جریان داره. خوب ببینین اینجا ما کمی پیشتر میرم. من اصلا ترسیدم به خاطر که بسیار زیاد شمال بود اینجا. در کامرا زیاد معلوم نمیشه اما واقعا زیاد شمال بود خیلی و از صدایش معلوم میشه که چقدر طوفانی است. میبینین که آب بحر چه رقم کف کرده. البته از خاطر که شمال زیاد است اون رقم آب بحر کف کرده. ما اینجا یک کمی رفتم پیش که برم ببینم اما از دیسی که زیاد سرد بوده که نشد که پیش برم. دیگه نتونستم واقعا خیلی سرد مرا یخ زد و میبینین که سفر خود به پایان رساندم. اگر مرا دوست دارین که تشویق کنین لطفاً سابسکرایب یادتان نروه و شیر، لایک، کامنت همچنان یادتان نره. تا دیداری بعد، تا سفری بعد با بایسکلم. خداوند یار و نگهداری همگیتان. به زودی بخیر انشالله که سفر دیگری خواهد داشت. خداحافظ.